دیروز ما شما ریپورت ساده را جور کردیم، از تیبل هم جور کردیم و از کیوری هم جور کردیم. مثلا از این تیبل استودنت ما شما یک دانه ریپورت جور کردیم به نام استودنت، یعنی کلیک کو چیزی که اونجا ریکارد بودن در تیبل کلش اینجا نشان میدن. باز اگه ما پرینت میکردیم فقط پرینت میزنی، پرینت میکنی، یا اینجا در هوم ما شما اینجا ویوز دارین، پرینت ویو داریم. فعلا که از کدام ویو است؟ پرینت ویو است. پرینت پریویو هم داریم. پرینت پریویو در ورد و اکسل در یادتان هست وقتی که ما پرینت میکردیم پیش از اینکه پرینت کنیم چی رو چک میکردیم؟ پرینت پریویو رو چک میکردیم که چه قسم معلوم بشه. یعنی اینجا برات نشان میده که چه قسم معلوم میشه. که این یک صفحه در اینجا برات گفته باشه که کلش چند صفحه هستن. کلش چند صفحه است؟ 4 صفحه. این تاریخ هم نوشته است. اگر نکست میکردی از اینجا نکست میکنی تا که صفحه 2 3 رو نشان بده. نکست 2 3 4 یا این صفحه اول نشان بده یا این صفحه آخر نشان بده. این پرینت پریویو شون شد. باز اگر پرینت میکردی اینجا پرینت کلیک میکنی این همین چیز پرینت میشه. و اگر کلوز کنی پرینت پریویو کلوز میشه. اینجا دیزاین ویو هم داشتیم. اگر کلیک میکنی چی میه؟ دیزاین ویو. دیزاین ویوش مثل دیزاین ویو چی واری هستن؟ فورم واری است. فورم هم دیزاین ویوش همونطور بود. از این همونطور است. اگر میخواستی که در لیبل ها یا در تکست باکس ها و تکست باکس ها و لیبلز که ما در فورم داریم اینجا هم داریم. اگر میخوای دی تغییر بیاری میتونی. مثلا ما این لیبل ها رو داریم میخوایم که در فونت چنج کنیم. یعنی سلکت میکنیم لیبل هایشون. اینجا میایم در هوم یا در فرمت. از مثال فونتش کمی زیاد میکنیم، بولد میکنیم، رنگش هم چنج میکنیم. حالا که ما اینجا بیایم یا پرینت پریویو کلیک کنیم یا راپورت پرینت پریویو یا ریپورت ویو رو کلیک کنیم سکند لیبلشون الان شده رنگش چنج شده. اگر دایی تغییر بیارم یا کلش میشه. مثلا ما اینجا میام در دیزاین ویو تنها این نیم چنج میکنیم، در هوم میام میره بولد میسازیم و رنگش هم یک رنگ دیگه میسازیم. حالا که ما ریپورت ویو رو کلیک کنیم کل ریکورد رنگشون چنج شده. دیگه به خاطر دیزاین که راپور خود مقبول دیزاین کنیم، مثلا لوگوی دفتر، لوگوی کورس هر چی که باشه او را مرد کنی، میای در کجا تغییرات میاری؟ در دیزاین ویو رو کلیک میکنی اونجا تغییرات میاری. این چیزایی بود که ما دیروز خواندیم. حالا ما باز میخوایم که از این استودنت تیبل یک ریپورت دیگه داشته باشیم. میایم اینجا کرییت کلیک میکنیم، ریپورت ویزارد، میگم از کدام تیبل برام جور کو؟ استودنت. کدام فیلدز داشته باشه؟ فعلا میگم کل فیلدز داشته باشه. نکست. اینجا میای گروپینگ. Do you want to add any grouping level؟ میخوای گروپینگ داشته باشی یا نه داشته باشی؟ گروپینگ چی معنی؟ گروپ کردن میگه، گروپ ساختن. مثلا ما میگم بر ما در اینجا در تیبل گروپینگ برام بکو با حساب کدام فیلد، فرض مثال با حساب فید اور نات. کی فیز داده؟ کی فیز نداده. چند گروپ میشه اینجا؟ 2 گروپ میشه. یک یو گروپ کی فیز داده، یک یو گروپ کی فیز نداده. میگم برای ما جدا کو که وقتی پرینت شود جدا معلوم شود. یعنی میگم با کدام فیلد فید اور نات. اینو کلیک کو ادش کو که اینجا جدا میشه. این گروپینگ شد. حالا گروپینگ با حساب کدام فیلد میشه؟ فید اور نات. اگه پاسی را کلیک کنی پاسی طرف میاد. خود را کلیک میکنیم فعلا تنها گروپینگ میکنیم به حساب فید اور نات. نکست. اسندینگ و دیسندینگ دیروز خوانده بودیم. اینجا لیاوت داره. لیاوت استپ، بلاک و آوتلاین. بسیار کم تفاوت داره این لیاوتشون. خیر اول استپ کلیک میکنیم، نکست کلیک میکنیم. اینجا میگه که پرینت پریویوش بیای یا دیزاین ویوش بیای. اگر می‌خواستی که در لیبل‌ها تغییر بیاری، فونت سایز و چیزا رو چنج کنی، راسن میری در دیزاین هم دلت. اگر راسن پرینت پریویو رو کلیک می‌کنی میگم در پرینت پریویو برو. اینش کو سایکولوژی گروپینگ شده باشه، 2 گروپ باشه. یکی یس و یکی هم خب کلش یس است. در صفحه اول نکست کلیک می‌کنیم، یه هم کلش اینجا نو شد. چند گروپ شد اینجا؟ 2 گروپ. کسایی که فیز داده کلش بالا، کسایی که فیز داده نه. کی نداده در این گروپ. اینجا نو شد اونجا یس. چند گروپ شدن اینجا؟ 2 گروپ شدن. از کسایی که فیز داده یک گروپ، کسایی که فیز نداده دیگه. مثلا ما میخوایم به حساب باز میریم یک راپور دیگه رو جور میکنیم، ریپورت ویزارد د استودنت. میگم این دفعه گروپینگ برام بکو به حساب فیز. مثلا ما 600 فیز داریم، 500 داریم، 700 داریم. 500 چند نفر از جدا گروپ کو، 600 چند نفر از جدا گروپ کو، از هر لیول جدا گروپ کو. این فیز اینجا اد میکنیم که جدا شه. نکست next finish. چک 600. کسایی که فیس 600 است اینا کلش اینجا هستن. صفحه اول next کلیک میکنیم، صفحه دو بیایم، این اینجا باز 700 شد. اون طرف کل شاگردایی که فیسش چند بود؟ 600. اینجا کل شاگردایی که فیسش 700 است. next یه هم کلش 700. به این هم 2 گروپ داریم، تنها 600 و 700. یعنی رو ببینید کل 600 و 700 است.
باز چینج کنیم یک چند تایشه 500 بسازیم 500 یک 4 تایش شد. حالا اینجا میایم پس می ریپورت کی باز کنیم اینی بود نه چند نفر هستن 5 نفر یعنی یک گروپ شد دیگه گروپ شد این گروپینگ میگه اگر میخوای که ریکارد در وقت پرینت کردن گروپ باشه هر گروپ جدا جدا باشه این گروپینگ میگه از اینجا میتونی وقتی که راپور جور میکنی این ریپورت باز میگم جور کو برام این دفعه میگم گروپینگ به حساب پروگرام برام بکن مثلا کسایی که ویندوز میخوانه یک گروپ شوه کسایی که ورد میخوانه دیگه گروپ شوه از هر پروگرام جدا جدا باشه از هر فیلد میتونی که گروپینگ میشه بکنی میتونی که از یک فیلد اضافه تر گروپینگ بکنی مثلا من میگم که گروپینگ برام بکو به حساب پیدونات کسایی که فیس داده یک گروپ که نداده دیگه بعد از اون میخوایم برام فیس هم گروپ کو اول گروپینگ به حساب چی برام بکو پیدونات کسایی که فیس داده جدا که نداده جدا بعد از اون باز گروپینگ به حساب چی برام بکو فیس کسایی که فیس نداده چند فیسایشان است مثلا 500 برام جدا کو 600 برام جدا کو 700 برام جدا کو در کدامش که فیس نداده که فیس داده در او هم برام جدا کو یعنی حالا چند لیول گروپینگ ما داریم دو لیول گروپینگ داریم اول گروپینگ به حساب برازی برام میشه بعد از اون باین میشه میتونی چندین تا داشته باشی مثلا میگم پروگرامو مرد میکنیم که باز بعد از فیس به حساب پروگرام برام گروپینگ میکنیم خب فعلا این دو تا رو اد میکنیم نکست ascending و descending خو یاد دارین نکست این فقط لیاوت بسیار کم تفاوت میکنه باز میبینینش چک یس یک گروپ دایس اینی کلی او کسایی هستن که فیس دادن که 500 شینی است 600 است یعنی 700 شاید دیگه صفحه باشه یعنی 700 است تا اینجا 600 بود بعد از این 700 تا اینجا بعد از این کدام گروپ است نو دانو باز او کسایی که 500 فیس است 700 فیس است در دیگه صفحه هم یک چند تاش هست چند فیلد گروپینگ شد میتونین که چندین فیلد گروپینگ بکنین که تا راپورت دیگه هم منظم‌تر معلوم شه و بسیار آسان معلوم شه این گروپینگ میکنه میتونی کالکولیشن هم بکنی وقتی که ما یک راپور رو جور میکنیم مثلا ما راپور رو جور میکنم باز میگم که از می استودنت تیبل برام جور کو نکست مثلا میگم گروپینگ بکو با حساب پید اور نات نکست ascending و descending اینجا ما سمری آپشن داریم اگر میخوای که سمری شه بکشی سمری مانا خلاصه شه دیتیلز شه معلومات شه اینجا ما شما فرمولا داریم این فرمولا رو ما شما در اکسل و ورد کل پروگرام ها خواندیم که سم چی کار میکنه جمع میکنه اوریج 700 میکشه مینیمم و ماکسیمم فعلا من میگم سم جمع شه بکش از کدام فیلد یک فیلداش کلش اینجاست میگم از کدام فیلد از فی میشه از اوریج هم بکشیم میشه مینیمم ماکسیمم میشه هم معلوم فعلا میگم نه تنافس شه بکنم اوکی نکست لیاوت انتخاب کردیم نکست سایکولوژی توتالش هم میباشه یک گروپ کدام گروپ است یس اینجا میایم خب دیگه این گروپ در کجا ختم میشه در اینجا ختم میشه نی بعد از اون نو شروع میشه سایکولوژی اینجا توتالشون کشیده میباشه که کلش فیسش چند میشه کسایی که فیس داده 29600 چند ریکورد از کلش 48 بعد از اون گروپ نو در نو چند است باز نکست کلیک کنیم داخل بریم از نو چند است 25000 مجموع کلش چند میشه کسایی که فیس دادن کسایی که فیس ندادن مکمل 54600 میتونی که کالکولیشن هم بکنی فهمیده این ریپورت میکنم پس میرم به دیزاین مثلا یعنی توتال از اینجا کم معلوم میشه دیگهش معلوم نمیشه این تغییرات باید ما شما در کجا بیاریم میریم در کجا دیزاین در دیزاین ویو میریم که اینجا سمری شان هستن این کلیک میکنیم یک کمی از اینجا کلانش میکنیم تا که معلوم شه حالا برو در پرینت پریویو یس است نه حالا مکمل معلوم شد یا نه که توتال چند ریکورد است 48 چند میشه 29600 خب باز میایم به دیزاین رو کلوز میکنیم در دیزاین ویو سک در دیزاین ویو ما
دو قسم هیدر و فوتر داریم. ریپورت هیدر، پیج هیدر. باز اینجا پیج فوتر و ریپورت فوتر. سکویم هیدر است، یم هیدر است. ای از ریپورت است، ای از پیج است. اینجا پیج فوتر و ریپورت فوتر. هیچ فرق داره. هیدر فوتر رو ما شما در ورد اکسل خوانده بودیم. چی کار میکرد؟ تکرار میکرد. در هیدر کی چیز نوشته کنیم در کل پیج میاد. در فوتر کی چیز نوشته کنیم در آخر کل پیج میاد. اینجا همین چیز است. اون پیج هیدرش همون چیز است. یعنی در پیج هیدر حالا چی هستن؟ سعی کنیم ما اینجا لیبل داریم. مثلا نیم است، اینجا پید اور نات است اینجا. این لیبل ها در کل پیج ها می باشه. حالا اگه ما بریم پس پرینت پریویو را کلیک کنیم، سعی کنیم لیبل ها پید اور نات ای. اینجا ما استودنت داریم و اینجا لیبل ها داریم. سعی کنیم لیبل ها در کلش است ولی در کلش نیست، تنها در اول است. اگه ما نیکست کلیک کنیم لیبل ها است یا نه؟ ولی بود تایتلش نیستن. اینی که از پیج هیدر است. در پیج هیدر که چیز باشه او در کل پیج ها تکرار میشه. راپور ما که هر قدر دراز باشه، هر چند پیج که باشه در کلش میاد. ولی تنها ریپورت هیدر که است او تنها در صفحه اول می باشه. اگه ما باز بیایم در دیزاین اینی ریپورت هیدر که است. این تنها در کجا می باشه؟ در صفحه اول می باشه. دیگه جای نمیاد. در پایین هم همینطور است. اینی فوتر چی که است؟ پیج فوتر که است. این داخل هر صفحه میاد. ولی ریپورت فوتر که است باز تنها در کل در آخر صفحه میاد. این در اول در صفحه اول، این در صفحه آخر. این در کل صفحه تکرار میشه و این هم در کل صفحه تکرار میشه. اگر تغییرات میآوردیم مثلا این ریپورت فوتر که هستن گرین توتال است مجموعه باش که این سایزش کمی زیاد کنیم که صحیح معلوم شود. توتالش در کجا بود؟ این اینجا بود. این را هم بولد بسازیم سایزش کم زیاد کنیم. حالا میریم در پرینت پریویو. خود اینجا خونیست داخل در صفحه آخر است. میبینید؟ توتال کل گیره در کجا کشیده؟ در ریپورت فوتر. میبینید؟ دیگه در ریپورت فوتر که هر چی باشه او در آخر راپور میاد. یعنی هر چند صفحه که باشه، خدا کنه که 20 صفحه باشه در آخر بازی میاد. و هیدرش که هست او باز در اول میاد. میبینید؟ در اول میاد. در پیج فوتر که چیزی باشه او در هر صفحه میاد و در پیج هیدر که باشه و فوتر که باشه او در هر پیج میاد. پیج هیدر و پیج فوتر. و اینجا که هر چی باشه او در کل صفحات میشه. فهمیدین تا اینجا؟ بس همین.